بچه ها سلام، اومدیم من رو ببینیم تو بازی سابوی یا مشت سفاران. اگه امتیازمون بشه 9 9 9 9 9 9 چی میشه بازی؟ یعنی 9 9 9 9 نه 9 9 9. خب بچه ما الان باختیم. من میخواستم یادتون بدم اینطوری بچه میبازیم. اگه این ویدیو آموزشش هم هست. بازی صافه کلن یه بازی خیلی چیزه و میتونین با اون بازی کلی سرگرم کنه و اگه بچه هم داریم میتونین اون بازی رو بهش معرفی کنید. این بازی هم برای بزرگسالانه هم برای بچه ها. کلن بازی که بچه مدام سرگرمش میشه. و بازی که وقتی که الان من زیاد چیز کنم، هرچی لولم بره بالاتر من تندتر میشه بازی و بهمون امتیاز میده چون در دنیاهای دیگه بریم، در جاهای دیگه بازی کنیم. آپدیت خیلی داره. کلا در کل بازی باحالیه. مثلا الان اینطوری میبازید و بعدم فقط میتونید سکه بدید.